شیائومی یا سازنده بمب‌های ساعتی در جیب مردم. بزنید کنار که شیائومی هم به چخ سگ رفت. بعد از اینکه یه گوشی جدید از شرکت چینی شیائومی به طرز مبهمی منفجر شد، مسئولینش گفتن مگه چیه، خب سامسونگ و هواوی هم یه زمانی میترکیدن دیگه، شما نگران نباشید این حتما باتریش داغ کرده. اما خبر انفجار یه گوشی ردمی نوت 5 پرو تو هند که منتشر شد، دیگه فهمیدن اوضاع خیلی خیته. صاحب اون گوشی که یه دختر کم سن و سال کلاس سومی بوده، بر اثر این حادثه متاسفانه جون خودش رو از دست میده و حالا صاحب یک گوشی ردمی نوت 12 شیائومی هم که چندی پیش نسخه گلوبالش معرفی شد، از منفجر شدن ناگهانی گوشیش خبر داده. ردمی نوت 12 پرو و چندین مدل دیگه که ما تحت وارد بازار شده بودن، تو چند ماه اخیر دچار انفجار شدن تا شیائومی رو کم کم ببرن به سمت تولید مسواک و سشوار و این چیزا. به طور رسمی از موبایل ساختن کناره‌گیری نکردن، اما با توجه به شکایاتی که از این شرکت شده، میگن قرار امروز فردا کرکره شیائومی هم پایین کشیده بشه. حالا شما بگید اگه شیائومی گوشیتون کدوم مدلش دستتونه؟